یک طفلک نوزاد در جریان ولادت از مادر خودی را گرفت، ایمونوگلوبولین برش تطبیق نشد و واکسین نخورد، 90% چانس داره که به طرف مزمن شدن بره. پس اطفالتان را خودتان محافظه کنید. دو کاتگوری دواها بر از اینا مثلا معمولا توصیه میشه. سابق این بیمارانی است که تمام کسایی که زردی سیاه دارن ما را بدعا کنن که الله در بگیری دکتر قیس که گپا ما را میگی ما را میترسونی. نمیترسونم. ببین من چی گفتم. قسمی که وعده داده بودم، اگر در نزد یک فرد هپاتیتس بی وارد مرحله مزمن میشه، یعنی یک فرد به مدت بیشتر از 6 ماه التهاب را در کبد می داشته باشه، انتیجن های ویروس نوع بی در خونش مثبت است و تثبیت نوکلیک اسید با استفاده از معاینه PCR این نشان میده که ویروس داره ریپلیکیت کرده میره، رشد کرده میره، تکثر کرده میره. در این صورت چی باید شود؟ خب من بیشتر به شما عرض کردم که وقتی ما در مورد هپاتیتس ها صحبت میکنیم، یعنی التهاب کبد صحبت میکنیم، التهاب کبد نه ویروسی، عوامل مختلف وجود داره که التهاب را در کبد ما ایجاد میکنه. مثلا دوا، مثلا الکل، مثلا مرض ویلسون، مثلا مرض میکروماتوز، مثلا تجمع شحم در کبد، ناش، نان الکلیک استات هپاتیتس. همه از این التهاب را در کبد ایجاد میکنه، ولی کلانترین علت التهاب در جگر ویروس هاست. کدام ویروس ها؟ ویروس های هپاتیت A, B, C, D, E. از جمله از این ویروس ها 3 دانش میشه که به طرف مزمن شدن بره، یعنی بیشتر از 6 ماه تداومش در خون بیانجامه. بیشتر از 6 ماه که یکی عبارت از نوع C هست، نوع B هست و نوع D هست. CBD امکان داره که مزمن شود. خب چند فیصد چانس هست؟ 1%. از جمله افرادی که به طرف مثال ویروس را می داشته باشن 1% امکان داره که به طرف مزمن شدن بره، هپاتیتس بی. ولی یادتان باشه که هپاتیتس بی 50 چند از ایدز کده ساری است، 50 برابر. ولی اگر یک طفلک نوزاد در جریان ولادت از مادر خودی را گرفت، ایمونوگلوبولین برش تطبیق نشد و واکسین نخورد، 90% چانس داره که به طرف مزمن شدن بره. پس اطفالتان را خودتان محافظه کنید. آگاهی میکنیم، اجرات شما باید بکنید. و یکی معافیت بدن اگر ضعیف باشه، یک نفر اگر سیگرت کش باشه، یک نفر هپاتیت بی یا سی را هر دویش همزمان داشته باشه، یک نفر در پلی هپاتیت بی سیستم‌های دیگه سرکوب کننده، امراض دیگه سرکوب کننده آتوایمون یا مثلا انتونی مثل توبرکلوز و ایدز داشته باشه، در این صورت امکان داره که ویروس بیشتر وارد مرحله مزمن شود و اگر وارد مرحله مزمن شد چانس فلج جگر، سیروز کبد و سرطان کبد همه قدر بلند باشه. خب چه وقت میگیم که هپاتیتس بی یا زردی سیاه وارد مرحله مزمن شده؟ در صورتی که نیکرو انفلامیشن یا التهابات نکروزی در جگر ما با بیشتر از 6 ماه بیانجامه. التهابات نکروزی جگر ما چگونه تثبیت کنیم؟ دکتر قیس چی گفته میره؟ ALT و ST، اسپارتیت امینوترانسفریز، آلنین امینوترانسفریز، SGOT و SGPT و سایر فاکتورهایی که وظیفه کبد را نشان میده، خصوصا انزایما که دلالت به موجودیت التهاب میکنه، به مدت بیشتر از 6 ماه بلند باقی بانه. مثلا برای مریض وقتی که هر وقت معاینه ST میتیم با وجودی که 6 ماه، 7 ماه، 1 سال تیر شده، ولی بازم ببینی که SGOT و SGPT یکیش مثلا 200 است، یکیش 1.5 است، از 35 بلند است. یکی. دوم، موجودیت HBE انتیجن که خودش دلالت به تکثر ویروس میکنه. سوم، تثبیت نوکلیک اسید با استفاده از معاینه PCR که بیشتر از 10 به توان 5 کپی یا 1 لک کپی پر میلی لیتر باشه، یا که بیشتر از 20,000 اینترنشنال یونیت فی میلی لیتر باشه. یا نوت کو کامل که برای مردم توضیح بدی. PCR برای مریض توصیه شد از 10 به توان 5 کپی فی میلی لیتر زیاد آمد یا از 20,000 اینترنشنال یونیت زیاد آمد. این میره نشان میده که ویروس داره ضربه میکنه جگر، گدودی زیاد است. این مریضا در مرحله که ویروس فعال باشه، فکرتان باشه کدام علائم نداره، نشانه نداره و دیگه خدا بازی ندید. هرگاهی که هپاتیتس بی وارد مرحله مزمن شد،
40% امکان داره که به طرف سیروز کبد بره و هر سال چانس تأسس سرطان جگر 3 الی 5% است. در هر سال سرطان جگر 3 الی 5% است. این به این معنی نیست که تمام کسایی که زردی سیاه دارن ما را بدعا کنن که الله در بگیری دکتر قیس که گپا ما رو میگی ما را میترسونی. نمیترسونم. ببین من چی گفتم. حاد بود رفت اشتراش، مزمن بود ریپلیکیشن موجود بود، ویروس داره تکثر تست تداویش کو. اگر نکردی خونو خطر داره دیگه. حالا من چی بگویم از پشت مار اومده رئیس بگویم اون از پشت مثلا خرگوش اومده میره، تو امکان نداره. هیچ چپن ایجاب میکنه ما بسیار سفید گپ بزنیم. حرف سیاه در شأن ما نیست. خب ویروس در هارد ریپلیکیشن است. HBE مثبت است یکی. در پلی از او تعداد کاپیا در ماینی PCR بیشتر از 1 لک کاپی در فی میلیلیتر یا 20,000 اینترنشنال یونیت فی میلیلیتر است. دو سوم LT و EST هم بلند است. اینمی و این دوامشون بیشتر از 6 ماه شد. اینمی دلالت به این میکنه که فرد وارد مرحله مزمن فعال شده. چی کنه؟ دوا بگیره. زیر نظر دکتر متخصص داخله مشخصا infectious disease specialist یا متخصص امراض انتونی. دو کاتگوری دواها بر از اینا مثلا معمولا توصیه میشه. سابق پیگلیتید اینترفیرون میدادن و یه حال فعلا دوای جدید از یه خاندان نیکلوساید، نیکلوتاید، آنالوگس هست. 5 دوا شامل است: تلبوویدین، لاموویدین، تینوفویر، انتاکاور و دیپوفویر، دیپوکسل. 5 دوا با دوزای مشخص بر مریض شروع میشه. عوارض سنجش میشه. نظر به هر فرد دوام تداوی فرق میکنه، ولی معمولا تداوی تا وقت میشه که 6 الی 12 ماه از سیرو کنورژن مریض دیر شده باشه. سیرو کنورژن به این مفهوم که دی در خون قابل تثبیت نباشه و انتیجن های موجوده و انتیبادی عوض شوه. و یادتان باشه که این مریضا را تمامشان توصیه میکنیم که هرگاهی که یک فرد زردی سیاه غیر فعال مزمن همچنان می داشته باشه، در مرحله ابتدایی 6 ماه بعد از او یک سال بعد و بعد از او 2 سال بعد حداقل باید یک معاینه PCR و تثبیت انتیجن خصوصا HBE داشته باشه و انزایمای کبد خود هر 6 ماه بعد ALT و ST را چک کنه که اگر فعال بود اقدام صورت بگیره. اگر یک فرد با وجودی که ویروس در خونش در مرحله ریپلیکیشن و فعالیت وجود داره و اقدام نمیکنه، چانس فلج جگر، تأسس نودول‌های فیبروزی غیر فعال در کبد که سیروز کبد میگن و چانس سرطان جگر پیش از افراد اشخاص بلند میره. و توصیه به تمام مادرایی است که اگر خودشان زردی سیاه دارن اول خوشاور خود خبر بکنن، تعضای خانه خود خبر کنن و با مجرد که نوزادش پیدا میشه پرسنل سیره در جریان بانه که هپاتیتس بی ایمونوگلوبولین برش تطبیق شو و بعد از او واکسین شوه. و در خانه ما اگر یک نفر زردی سیاه داره مکلفیت داریم و مجبور هستیم و بر تمام ما واجب است که سایر اعضای خانواده را با شیوه های واکسینی که هست 3 دوره‌ای 4 دوره‌ای باید واکسین کنیم. چرا؟ این واکسین ما را حداقل تا 20 سال محافظت میکنه و پیش بعض افراد امکان داره معافیت عمری باشه و ولو که بعد از 20 سال تتر آنتیبادی در بدن ما کم میشه، بوستر دوز یا دوز تقویتی به ما تطبیق میشه. از سال 1992 وقتی که واکسین عام شد در کشورهای جهان اول، حال فعلا تعداد مصابین زردی سیاه در کشورهای جهان اول بسیار کم شده. چرا؟ کلی واکسین گرفته. اول فعلا بیشترین واقعات در افریقا و بنگلادش و کشورهای آسیایی و فقیر و بیچاره مثل افغانستان که نه گاییدی است نه دسترسی مردم به شکل عام به واکسین وجود داره. تا فعلا بیشتر از 245 میلیون نفر از هپاتیت بی مزمن در جهان رنج میبرند. بنابراین اگر شما زردی سیاه یا هپاتیتس بی مزمن دارین، تماس نزدیک با دکتر داشته باشین، با متخصص از این بخش. اقدامات خودسرانه، دوای گیاهی، دوای مثلا اوایی گرفتن مفهوم نداره. زیر نظر دکتر متخصص با اهتمامات مشخص دوا براتون توصیه میشه تا اینکه از تکثر بیش از 100 ویروس در خونتان و از تخریب جگرتان و از تأسیس سیروز کبد پیش شما و از تأسیس لیور فیلیر یا ناکامی کبد پیش شما و از تأسیس خدا نگاه کنه سرطان کبد پیشتان اجتناب و پیشگیری به عمل بیاید. این ویدیو را لایک کنین، شریک بسازین و چنل یوتیوب همی جوان که ندمی روز جمعه در رخصتی براتون ویدیو ثبت کرده میره سابسکرایب کنین. تشکر میکنم از زحمت کشی کامل عمران و شکیب عمر عزیز. تا دور بعد بدرود.